چخله ها حقارت میکنن حقارت میکنن گپوی قبیح میگین ای بابا کیپ کنه دوست اچکی نمون چلا نکو ساعت نکو ها چند بور میگینی گپا خیلی بیو اینه خیلی چخله оригинальный چخله میگن که умный голова бросает дурные волосы. راست باشه. خیلی نمیدونم که تو کدوم درجه باید. خیلی سرمونم خیلی چیزایی خیلی پشموش ریخته پشم میگم موش ریخته خیلی چیکار کنه؟ دنیا همه ده سر کال میشه و ریش سفید میشه و این هم خیلی لازم من هم خیلی نوار کنم که شما گپ میوین گپ میزنی. اوه خیلی بیا توقیرمونم که یا دادون ماشین توقیم خیلی شده گفته ایزن که بابا چوه توقیر کجالا موندی خیلی سر ایمون باشه توقی ایمون باشه کاری تو چیه اخی ایتا میمونموش او کاری تو چیه به همی توقیمه کارو چیه شما رو میگم که برای توقیب بگین که من نوار کنم شما گپ نمیزنین یادی کس گفت که نوار کن میکنم که گوش کن نوار میکنم ولی میگم بابا سلام ندادی السلام علیکم برادران قندم جوانای محترم نواسکو و حواسکای قند باباش زنده و سربلند باشین با شما هستم بابای قندمه بابای نباتم شما رو همین نمیدونم چه خیلی من نوار کنم که شما رو معقول شوه خیلی نوار کنم نوارو بسیار خیلی من شما رو وعده کرده بودم همین ریش جمع نمیشه هم خیلی جمع شوم خیلی کلتور میشه اوتوک شما میکنم نمیشه ایسه میرود شمال دم دید میشه اینه خیلی میشه اون نمیدونم ریش خیلی کنم ریش همین فقط همین دمین پاس همین خیلیش نکنم دید میشه این خیلی میشه ریش اینه خیلی میرش میگم خیلی قفم شرط اجاش قایش کنم یکی اجاش قایش کنم دارم میگم بابا کفر شید ریش خیلی کرد خیر ریشی خودم و خیلی چون میکنید همه ملائکه جنگ دارن در تروریسم خب سر مقصد بیایم خدا نگهبانتون باشه کم رولیکو کنیم که وقتاتون خوشه و کم وای کنیم بابا ها ناز میکنن برای که بابا 60 سال 70 سال 80 سال کار کردن مثال وای کردن این روز ناز میکنن شما کار کنید میتونه سخت بندین کار کنید قمار نک قرطه پرته نکنید ماشین پاشین دروغه همش دروغه فریبتون میکنه حرمای بس اون حرمای فهمیدی بیا که داو برو نگردیم چه خیلی مرا فریب کردن خیلی مرا در فریب غلطیدم خیلی یکی وای هم شیدو خی اما اشیب کشید فهمدم کردن فریبم کردن خطا شید وای همه مردمی سرمایه توجیه عزیزم بخشش میگفتن خطا شید اون مرد گفت که $800 گفت سوختم دین اگه والله قسم با $800 سوختم گفت پروا ندارم گفت آخه من اگر میفورید من بازی میکردم میگفت و گفت یا بابا خدا نگهبانتون باشه درباره توقی فقط وجود رقم و دلیل هم خیلی توقی در رزبور شد همین خیلی توقی را ماند اون مردن گایی گمانی بد کرد گایی تلخ کفشی گریخ گایی برای توقی ماندن همین شفیور سخن سر میکنیم آسونای سرمسنگ میگم با شما که گوش کنید تاریخ یگم سکوند دراز شما نمیکنم کالتا شما نمیکنم هر رولی که میکنم الله پاک نظارت میکنه ملائکه می نویسن گپای قبیح شما را می نویسن گفتم بسرتون بگیرین که نامه عملتون دا گپای قبیح ضبط شده رفتن میگیره که طلب از من اینم خداوند میکنه که طلب از جونتا میگیره او نامه عمدود دا یوتیوب رفتن میگیره رفتن میگه در اینجا نویسندن میگه نام قبیح ننویسن گپای خوب بنویسن نوارو خوب گوش کنین ای حیاتی زندگانی خودم سال 1984
والله علم 85 بود شافیور یکم автобаз 9 کیلومتر دا کار میکردم باید دستروشی سمنت باید دانغره بریم فقط ما دانغره میبردیم بعد لاتوگ میبردیم خیلی تمام گوشه‌های تاجیکستان عزیز ما شافیور بودم رفتگیم همین خیلی میام 9 کیلومتر میام همین میام که طرفی بعد طرفی وای میروا ماچتی روسو طرف پیوزاود میروا را طرفی دستی راست میگرده طرفی دستی چپ صدبرگ او سال 84 85 با حاضرت وای که تماما دیگرگون شده همین سرگاز میکنم همین کماز اومده اسم لغت کردم اومده اسم همین میرم همین تو میکنم اسم پیش ماچتی روسو دا همین پیش ماچتی روسو دا جورا گایی سودای یا جیگولی سودای عموما وای جیگول هم خیلی گایی دا پشت جیگولی سوداگه جیگول هم خیلی موندگه همین خیلی رفتم که گایی برومد نقد تیوقای الگ داشت خیلی جستی خیلی گیردک و جستی گیرون نشدگی نبود گیرون نشدگی نبود یا تیوق اینم خیلی الگ بود اینم خیلی الگ پلاسا بودم خیلی خورد مان کرد بر رفتم خیلی وای کردم مان کردم همونجا جیگولی اکی گایی میدون چیکله گایو داورای سیوز دتا شапka داشتم دتا شلاپا داشتم دتا یادشه دا پشتی جیگولیشون میموندن دا پشتی جیگولی وای پشتی جیگولی خیلی پرده پرده زنویسکا داشت پشتش که سکنجه بود در همون سکنجه که هوی همون کازیروکی چیرا کازیروکی همون شапkaشون دا هم پشت میموندن کدام ماشینه که میرفت عقبش نگاه میکرد اوه میگفت گایی داج دیلون میشه هربان میکرد که ابگونش کنه گایی رفته است او شапka گایی را میدیدم من میترسیدم خیلی سیاست زور بود آخی خود میفرم خطی گایو سپورت میکنه وای میکنه دوره 3 سال 84 نقل کردم یا شапka دا اونجا پاستانی بود که بفهمم گایی بابا گایی 80,000 دیگه نروشنی نکه رفته است خب بعد دیدم ماشین گفتم ماشین گایی بوده اینجا دا خیلی ماشینی خیلی گایی نویسندگی نه جیگولی شخصیش بود خچا نگی گایی شапka موندگی گایی بود آخی значок داشت وقت значок نداشتن نمیدونم چه خیلی بود آخی گایی بود همین کاسکا میداشت فرمه گایی میداشت میشتی من میکردی خب من کردم همین داکیمیتور مرا گرفت خب من پوتیوفکا داشتم باید سمنت دستروش گروز میبردم میدیدن گایو میگفتن های که این چیو مرا دیدو هو همین خدا خواست که همین بعد مثلا 40 سال 50 سال من روی نوار برم همین حادثه را همین مرا من کرده هم گایی منو کرده گرفت همین خیلی دید یک نمیدونم ماسکویچ بود زاپاروژ بود ژیگولی بود چیزی بود که یا ماشینم خیلی اومد که توقش همین خیلی های کیسه اومده است گایی همین را دید خیلی در چیو مرا گرفت در بالای استول ماشینش موند در بالای کاپوت ماشینش موند همراه من کرد خیلی من کرد او در اومد بیچاره که همین خیسود یا بیچاره حالا توقی انا رنگی همین توقی من موندگی انا خیلی فرومد همین داکیمیتوش در دستش همین خیلی اومده مرم قرب کرد گفتم توقی عقیب نمیمونی توقی اومده اینم خیلی ده همین خیلی کوشش نمیتونه انا خیلی اومده گایی دادن گایم خیلی نگاهش کرد گرفت همین نویسون مرم نمیته همین ای قهری گایی را همین پوتیوفکا من قطعی همین پروام نمیته که من برم آخی میگم تو خیلی گاب دانه که جا تو وقت نیسته باید یه روز درست دانغره بریم تونل بزگرونم او دانغره بزگرونه تو بیروز میگه بابا ولی بابا گاب بسیار گاب میزنه تو چیکار کردی آخی دائم وطن چیکار کردی خیلی خمیتر قبیه می نویسی مرا انو برای انو من گام میزنم که همه آدمی گابزنی که گام میزنه فقط گابزن ما کار کردیم بخی این روز نوبتی گابزنی وای بابا تو نوبتی گابزنی آره کسی گاب زده نوبتی من نه گابزنی بلوگری نوبتی هم خیلی بابا خیلی گابزنن که وطن چیکار بود اوضاع چیکار باجورا همین گای میگیره همین خیلی نگاهش میکنم مینویسم ما خیلی توقیتر رسمو نمیمونه توقش روز یه میگم نه بچه توقیتر رسمو تو نمیفهمیم گایی قارش کرده خود خیلی توقی بونیا مرم جنجالش دور مخی وای گاب نمیزنم خیلی نصرنش نیست نویسون پور کرد نویسون داکیمیتوش گرفت یک ورمی تالونش دو گفت ما برو بشی خب های گاب نمیزنم
خیس اومد درون ماشین داشت ماشین گفت زوادید میکنم کی گای گفت کی جا بیو گفت بیچاره فرو اومد گفت میدونی من برای چی وای کردم پروتکلت کردم میدونی گفت نمیدونم خیلی یکم ناروشنی کردم چی گفت برای انم توقید من پروتکل کردم دروغ میگم همون گای اگر زنده باشه خیلی من سال 84 بود 84 یا 85 والله اگر هم گای زنده باشه ممکن امی گپی مرا شما یک عطفیت بده یک کمیتر بنویسید یا که همون شفیار اگر زنده باشه یک عطفیت بده با میدونی چی گفتی بچه من وای گایی بود آخی یا که لباسو گایی پوشیدگی بود خیلی گایی بود بفکرم بعد این بچه میگفت چی برانم توقید گفت خیلی گپ توقش از راست میمونه گفت خیلی اکنه نمیدونم خیلی برای توقید نروشنی کرده باشم خیلی مالش میمره گفت توقید راست ما گاییم خیلی غضب کردی خود توقید راست ما همین توقید را گرفت همین خیلی موند همین پیشونی ای کو همین پیشونی به نام خدا قسم همین پیشونی نیست همین پیشونی این همین قدر شکوفه یا پوست این همین پوست چقره همین درونی سر همین دیلک زده است همین پوست خیلی بروارده خیلی دیلک زده است خیلی دیلک زده است پیشونی این همین چقره چون یک کوسه دوغوی اگه بسیار بد میشه یا پیولا باری چقره همین پیشونی نیست همین یا پوست همین مغزی سر خیلی دیلک زده است همین مرم دیدم گفتم واه بچه ایچ خیلی های او گایی گفت چو کرده تو همین خیلی لرزش بده چو کرده گفت اکا گفت ما باید استخوان پیشونی ما باید علش کنم همین قرابلو دا وای کردم تلگرام دادم که بیا هم استخوان یافتیم همین استخوان پیشونی مرا باید علش کنم برای همین گفت همین خیلی میمونم که یگم چی نزنم همین خیلی یگم چی بزنم خیلی شکافش میکنه توقیر ما برای همین موندگیم که همین پیشونی ما یگم چی نزنم گایی میدونی چی کشید گایی همین داکیومنتو را داد پراوا را داد همه چیز را داد گایی دویده کرده رفت نمیخواد دویده کرده باور کو همین شبکش گرفت در دوران ماشین موند همین ماشین زوادید کرد کو مفتنا جیکیدم ترخ هست همین یک چورم سید یکم زد چند زدم ام گاز داد برا گایی نیست دیگه نپرسید دیگه با فیلم گایی سر از پیش یگم دملو رفت کی یگم قصیدم خون همین را کو ما با چشم میخدم دیدگیام گایی گمانی بد کرد دیدی و دما چی خیلی گمانی بد میکنی بیاین بشینه صحبت کنه ای تو حرام خور ای تو شیطان ای تو قمارباز قمار حرامه میگم در طول حیات ما قمار بازی کردگی نیستم نخوام من پشت قمار رو بگیرم فهمید توخیره برای چی ما گمانی بد نکنه نسبتی با باش اولی ویدیوی شیره و شربت دار پیش از زنده باشه